وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، باز هم در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه رهنمود سنت. در چند قسمت گذشته به خدمت شما پیرامون موضوع مهم بحث کردیم که همانا بحث حاضر و ناظر بودن هست که آیا جز الله تبارک و تعالی کسی دیگر حاضر و ناظر بر اعمال ما هست یا نیست، و آیات را مفصل خواندیم و تلاوت کردیم بر این که نخیر، هیچ کس جز الله تبارک و تعالی حاضر و ناظر بر اعمال ما نیست. و در برنامه‌ای که گذشت به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی موضوع دیگر را مطرح کردیم که همان شبهاتی بود که اهل بدعت در این مورد در واقع وارد می‌کردند و به هر کدام جواب دادیم. یکی دیگر از آیاتی که اهل بدعت به آنها اشاره می‌کنند و استدلال می‌کنند که بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم هم حاضر و ناظرن، اعمال ما را می‌بینند و ائمه هم همچنان، دیگر اولیای خدا هم همچنان، و به همین ترتیب باب را مفتوح کردن. حالا به افرادی که خودشان میخوان به اونها نسبت میدن، افرادی که نخوان نمیدن. خب به هر صورت ما میگوییم هیچ کدام از اینها درست نیست. نه رسول الله صلی الله علیه و سلم اعمال ما را میبینند و حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند و نه هم کسی دیگر. ما در این مورد در برنامه گذشته هم صحبت کردیم، در برنامه‌های گذشته هم به صورت تفصیل صحبت شده. یکی دیگر از این آیاتی که اهل بدعت استدلال میکنن آیه مبارکه سوره نساء هست، آیت 105 سوره مبارکه نساء که الله تبارک و تعالی میفرماید: و قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. الله تبارک و تعالی میفرماید ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، این به شکل تهدید و وعید، تهدید میکنه الله. اعملوا، انجام بدهید، هر کار دلتان میخواد انجام بدین. فسيرى الله عملكم، الله سبحانه و تعالی این اعمال شما را میبیند، اعمال ظاهر و باطن شما را الله تبارک و تعالی میبیند. و رسوله، و همچنین رسول الله پیامبر صلی الله علیه و سلم هم اعمال شما را میبیند. و المؤمنون، و مؤمنین هم اعمال شما را میبینند. خب این نکته که اهل بدعت به این استدلال میکنند که بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم اعمال ما را مشاهده میکنند. اولا این که از همین آیه میخواهیم جوابشان را بدهیم، و آن این که وقتی پروردگار میفرماید فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون، اگر این گونه هست که پیامبر، شما از این آیه استدلال بکنین که پیامبر صلی الله علیه و سلم همانا حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند، حاضر و ناظر بر اعمال ما هستند، خب باید مؤمنون هم باشند، چون مؤمنون هم آمدن به دنبال پیامبر، مؤمنون آمدن که مؤمنین هم اعمال را میبینند. پس از این آیه میتونید استدلال کنین که همه مؤمنین بالعموم اعمال همدیگر را میبینن، اعمال همدیگر را مشاهده میکنن، حاضر و ناظر بر عمل کرد و عمل همدیگر هستند. آیا چنین چیزی درست است؟ بدون شک درست نیست. هیچ انسان عاقلی همچون حرفی نمیزند. یا اینکه باید باب را مفتوح بکنیم، همچون چیزی بگیم، همچون چیزی بگوییم، چون از آیه خب همچون چیزی معلوم میشه. اگر ما از این آیه به پیامبر صلی الله علیه و سلم استدلال بکنیم که آنها حاضر و ناظر بر عمل کرده ما هستند، خب باید به مؤمنین هم در را باز نگه داریم که همه مؤمنین داخل این موضوع بشن. اگر بگوییم مؤمنین افراد خاصی هستند، مثل که روافض میگویند که مؤمنین در اینجا منظور امام زمان هست، یا مؤمنین در اینجا ائمه هستند،
دلیل شما چیست؟ دلیل شما چیست؟ آیا چون این چیزی وجود داره که مؤمنون در اینجا خاص شده باشه برای افراد خاص؟ مؤمنون گفته، الله تبارک و تعالی به صورت عموم گفته، چیزی را خاص نکرده در اینجا که مؤمنینی که با این صفتن. نه، به صورت عموم پروردگار متعال گفته مؤمنون. پس دلیلی در اینجا باقی نمیمانه مگر این که بچسبیم به روایات دروغینی که خود ما ساخته باشیم و آن را نسبت بدیم که این آیه را خواسته باشیم خاص بکنیم. اگر نه دلیلی از قرآن کریم نمیتونیم پیدا بکنیم بر این که بیانگر این باشه که بله اینها افراد خاصی هستن، مؤمنون خاصی در داخل این داخل میشه. دروازه را مفتوح نگه میداریم. ثانیاً این خب موضوع اول. ثانیاً این که افرادی که متاسفانه این آیه را این گونه تفسیر کردن از قرآن آگاه نیستن، از قرآن خبر ندارن، تفسیر قرآن را نمیدانن، توضیح قرآن را نمیدانن که منظور در اینجا این نیست که همه مؤمنون پیامبر همه بر اعمال شما حاضر و ناظرند. این گونه نیست. الله تبارک و تعالی در سوره مبارکه الحاقه الله متعال میفرماید یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیه. این اعمال برای پروردگار متعال عرضه می شود و چیزی از الله متعال پوشیده نیست. این در مورد الله تبارک و تعالی که در روز قیامت است. چون مفسرین دو تفسیر کردن، یک تفسیری که این آیه ارتباط میگیره با آخرت. در آخرت الله متعال اعمال اینها را میبینه، اعمال ظاهر و باطن اینها را الله متعال بر اونها فیصله میکنه. در دنیا هم الله متعال میبینه و این آیه نشانگر اینه. ما قبلا آیاتی که خواندیم والله بصیر بما تعملون، اینها که خداوند متعال در همین دنیا هم میبینه. این در مورد الله تبارک و تعالی. و همچنین الله تبارک و تعالی در سوره مبارکه طارق به صورت عام میگه یوم تبل السرائر، روزی که پوشیدگی ها، روزی که چیزهایی که پوشیده هست همه چیز افشا میشه، همه چیز ظاهر میشه، همه چیز ظاهر میشه. این هم نشان میده که مؤمنین هم میبینن در روز قیامت. مؤمنین میبینن افرادی که به هر حال مخفیانه گناهان کردن و توبه نکردن، الله متعال گناهان آنها به همه مؤمنین نشان میده که فلانی ولد فلانی ولد فلانی با فلان خصوصیات فلان گناه را در فلان روز و در فلان وقت و در فلان دقیقه و در فلان ساعت انجام داده. الله متعال همه چیز را افشا میکنه، همه چیز را الله متعال افشا میکنه. مؤمنین میبینن. پس بناءً فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خلاص در روز قیامت میبینن. و همچنین در آیه دیگه الله متعال در سوره مبارکه عادیات میفرماید و حصل ما فی الصدور، که حضرت ابن عباس رضی الله عنه میگه و حصل منظور اینه که الله متعال ظاهر میکنه، آشکار میکنه آنچه که در قلب هاست. در روز قیامت آنچه که در قلب است الله متعال همه را ظاهر میکنه و همه مردم مشاهده میکنن، همه مردم میبینن. بناءً فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مؤمنون و پیامبر در روز قیامت میبینن که مردم چی کارهایی را انجام دادن. افرادی که در قلب خود چیزهایی را نگه داشتن، هیچ کس از آنها خبر نداشته، الله متعال را افشا میکنه. بعدش تفسیر دیگر اینه که در دنیا مؤمنین میبینند، پیامبر در دنیا میبیند. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بودند و مؤمنین که همینک زنده هستند، عملکرد مؤمنین را در حالت ظاهر میبینن که این افراد حالا به هر حال مؤمن باشه یا غیر مؤمن، این افرادی که اعمال را انجام میدن در حالت ظاهر میبینن. بله میبینن. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت زنده بودن میدانستند و حالا مؤمنین از همه چیز آگاهند، میبینن. خب حالت ظاهر میبینن که فلانی نماز نمیخوانه، فلانی فلان کارو میکنه، فلانی فلان کار انجام میده، به صورت ظاهر میبینن. پس علم باطن و علم ظاهر به الله متعال، علم ظاهر در دنیا به مؤمنین و به پیامبر صلی الله علیه و سلم، مگر آنچه که الله متعال به پیامبرش خبر میداده که آن بحث جدایی هست که ما در بحث غیبیات به این موضوع پرداختیم و صحبت کردیم و موضوعش گذشته. این جواب از این آیه. جواب دیگر این که اگر ما بگوییم رسول الله صلی الله علیه و سلم از
آنچه که ما انجام میدهیم آگاهند و حاضر و ناظر بر عمل کرده ما هستند، ما مخالف آیات دیگر صحبت کردیم. الله تبارک و تعالی برای انسانهای نیک که در رأس آنها سرور ارض و جهان رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب قلبها که در رأس آنها ایشان قرار دارند، در رأس همه صالحین نیکوکاران، الله متعال میفرماید در سوره مبارکه واقعه، این آیه را توجه کنید، آیه 88 و 89 سوره مبارکه واقعه. الله متعال میفرماید فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم. میگوید اگر این شخصی که در حالت احتضار قرار داره از جمله مقربین باشه، از جمله افراد باشه که حلال را انجام داده، از حرام پرهیز کرده، کارهای خوب انجام داده، از کارهای بد پرهیز کرده، که گفتیم در رأس این مقربین رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. الله میفرماید این افرادی که با این صفات و با این خصوصیات هستند، فاما ان کان من المقربین فروح، برای اینها خوشی هست، برای اینها آسایش هست، آسایش خوشی و راحتی برای اینهاست. فروح برای اینها راحتی است، برای اینها آسایش است. و ریحان، گلهای خوشبوست برای اینها. اینها در عالم برزخ راحتن، اینها در عالم برزخ شادمان هستند. و جنت و نعیم، برای اینها جنت و بهشت پروردگار سبحانه و تعالی است، بهشتی که پر نعمت است، بهشتی که این انسانها در او آرام میگیرند، در او راحت هستند، در او با گلهای خوشبو برخورد میکنند. الله متعال همه من و شما را از جمله مقربین بگرداند که این نعمتها نصیب ما هم بشود. نکته استدلال ما بر رد اهل بدعت این است که اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم از حال و وضع ما آگاه بشن، شما خودتان فکر کنید امروز یک مسلمان عادی حال و وضع این امت را میبیند، چقدر غم میخورد، چقدر اندوه میبیند، چقدر اندوهگین میشود. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم از حالت امت و از حالت ما آگاه باشند و اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر و ناظر بر عمل کرده ما باشند، آیا راحتی به سراغ پیامبر می آید؟ حاشا و کلا. اون پیامبری که ما میشناسیم، پیامبری که به خاطر من و توی امت شبها و روزها گریه کرده، به خاطر یک انسانی که ایمان نداشته پیامبر گریه کرده که او ایمان بیاره، آیا پیامبر علیه السلام امروز این حالت امت را ببیند و آرام باشد، خوش و خوشحال باشد؟ اگر خوب و خوشحال پیامبر خوش و خوشحال نباشند، خب مخالف این آیه شد. پس بناهن دروازه به سوی اهل بدعت بسته میشه، نمیتونن استدلال بکنن، نمیتونن دلیل بجوین به این که بگوین پیامبر صلی الله علیه و سلم حاضر و ناظر بر عمل کرده ما هستند. اگر گفتیم این گونه باشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم آن خوشی و آسایشی که خداوند در بهشت برای ایشان داده، آن خوشی و آرامش و آسایشی که برای پیامبر صلی الله علیه و سلم داده شده است، پیامبر گرفته میشه. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم غمخوار امت هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر امت گریه کردند، به خاطر امت زجر دیدند، به خاطر امت عذاب دیدند، به خاطر هدایت انسانها پیامبر علیه السلام هر نوع مشکلی را متحمل شدند. امکان نداره که پیامبر این وضع و حال را ببینند، از این وضع و حال خوشحال باشند. اگر خوشحال نباشند، پس این آیه مبارکه چی میشه که الله متعال میفرماید فاما ان کان من المقربین فروح، برای اینها راحتی هست، برای اینها آسایش است. و ریحان، و گلهای خوشبو، گلهای زیبا، گلهای نیک است برای اینها. و جنت و نعیم، برای اینها بهشت پر نعمت الله سبحانه و تعالی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم غرق در این آسایش ها و راحتی ها هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم غرق در این خوشی ها و خوبی ها هستند و غرق نعمت های بهشت هستند. پس بنابراین این شد استدلال ما. روایتی هم در این مورد وجود دارد.
روایتی هم وجود دارد که دلالت بر این میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از حال و وضع ما آگاه نیستند، که ان شاء الله بعد از یک میان برنامه به خدمت شما این روایت را هم ان شاء الله بیان خواهم کرد. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. این است الله پروردگار راستین شما، بنابراین پس از حق چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود ندارد، پس چگونه از حق روی گردان می شوید؟ بعد سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستم از ادامه برنامه راهنمود سنت. بله بینندگان عزیز و گرامی، آیاتی را از سوره مبارکه واقعه به خدمت شما تلاوت کردم که دلالت بر این میکرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم از حال ما آگاه نیستند و پیامبر علیه السلام حاضر و ناظر نمی باشند. روایتی هم در این مورد وجود دارد، البته روایات وجود دارد که دلالت بر این موضوع می کند. از جمله روایتی که امام بخاری در کتاب صحیح خود روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اسما بنت ابی بکر، روایتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که موضوع حوض است، موضوع حوض که مشهور هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من کنار حوض استاد هستم و امت من میآیند، گروهی از امت من میآیند، می‌فرمایند که اونها بازداشته میشن، برای از اونها اجازه داده نمیشه که به حوض نزدیک بشن، از حوض استفاده بکنن، از حوضی که مخصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به اون حوض به اونها اجازه داده نمیشه که نزدیک بشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من میگویم یا رب منی و من امتی، یا الله اینها امت من هستند، اینها امت من هستند. بعد الله متعال در جواب پیامبر چی میگه؟ یا گفته میشه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفته میشه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم هل شعرت ما عملوا بعدک؟ ای پیامبر تو دانستی، یا میدانی که بعد از تو اینها چیکار کردن؟ یعنی نمیدانن پیامبر. در روایت دیگه به صورت واضح، یعنی به صورت شفافتر و صریحتر آمده که به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میشه که اینها بعد از تو بازگشتن، ای پیامبر تو نمیدانی که اینها بعد از تو چیکار کردن. اولا اینکه از این حدیث در صحیح بخاریه، حدیث شماره 6593. اولا از این حدیث معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم علم غیب ندارن. ثانیا معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم حاضر و ناظر بر عمل کرده ما نیستند. اگر می بودند همچون چیزی را رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی گفتند و همچون چیزی در روز قیامت به اونها گفته نمیشد که هل شعرت ما عملوا بعدک، تو میدانی که بعد از تو اینها چی کار کردن؟ به هر حال ما از مجموع آیاتی که تلاوت کردیم و احادیثی که گاهن احادیث اشاره کردیم و بیشتر استناد بنده به آیات قرآن عظیم الشأن بود تا اینکه افرادی بهانه‌ای برای خودشان نسازند و به هر حال نگویند که بله این احادیث هست، شاید این حدیث ضعیف باشه و شاید این حدیث فلان باشه، و که در حال اکثرا افرادی که متاسفانه با این عقاید و با این افکار هستن اصلا با حدیث سر و کار ندارن، الا ماشاءالله با حدیث بعض سر و کار دارن و حدیث را مثل مستشرقین که از آیات قرآن و حدیث پیامبر بر علیه مسلمان ها استفاده میکنن از اونها استفاده میکنن. الله تبارک و تعالی این گروه ها را هدایت بکنه. بینندگان عزیز و گرامی، این آیاتی که ما با این وضاحت از اول موضوع، از اول بحث که شروع کردیم در چند قسمت و تا به حالا هر چی که رسیدیم، آیات را به صورت تفصیل توضیح دادیم، شبهات این افراد را توضیح دادیم که شبهات اینها چی هست و شما به پوچی و
در واقع ضعف شبهات اینها پی بردین که شبهات اینها مثل خودشان ضعیفه. ما عقیده خود را الحمدلله پاک و پاکیزه از قرآن عظیم الشان گرفته ایم و افتخار میکنیم با این عقیده پاک خود و افتخار میکنیم با این که عقیده ایمان را از قرآن عظیم الشان میگیریم، عقیده ایمان را از سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیریم. و شمایی که ای اهل بدعت، شمایی که خودتان را اهل سنت میدانید و خودتان را به اهل سنت نسبت میدهید، خودتان را به یک مذهب فقهی، یک مذهبی که پاک و پاکیزه از این هاست، مبراست از این گفته ها، مبراست از این عقاید فاسده، شمایی که خودتان را این گونه میدانید، از خدا بترسید. عقیده کفرآمیز، عقیده شرکی را در ذهن خود جای ندهید. این بدعات را در ذهن خود جای ندهید. هر روز بدعتی در شما اضافه میکنید. هر روز به دنبال این هستید که چیزی را در دین اضافه کنید، چیزی را در دین و در عقیده مردم و در فکر مردم و در عبادت مردم اضافه کنید. بدانید که روزی در پیشگاه پروردگار سبحانه و تعالی باید جواب اینها را بدهید. میدانید که گمراه کردن مردم چقدر گناه دارد. هر گناهی، هر بدعتی که شما بگذارید تا روز قیامت هر کس آن را انجام بده یک گناهی به گردن شماست. پس از خدا بترسید، دست بردارید، عقیده خودتان را از قرآن بگیرید. شما چه نیازی به تعویل و توجیه دارید؟ قرآن عظیم الشان واضح با شما حرف میزنه، سنت پیامبر با شما واضح حرف میزنه، به شما عقیده را یاد میده، به شما فکر را یاد میده، به شما زندگی را یاد میده، به شما عقیده و احکام و فقه و همه چیز را یاد میده. باز هم به دنبال شبهات، باز هم به دنبال بدعت، باز هم به دنبال گناه. چرا؟ علتش اینه که شیطان عقلهای شما را متاسفانه تسخیر کرده. شیطان شما را اجازه به فکر کردن نمیده، اجازه به خواندن نمیده، اجازه به این نمیده که آیات قرآن را باز کنید. هر روز یک شبهه را به ذهن شما میپراکنه، هر روز یک شبهه را به ذهن شما میاندازه و شما هم آن را تکرار میکنید. شما هم در میان مسلمان ها شبهه پراکنه میکنید. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، شما هم مواظب باشید، از شر اینها خودتان را در امان نگه دارید. هر کسی که به نام اهل سنت آمدان را قبول نکنید. هر کسی که به نام ای برادرانی که مذهب احناف دارید، هر کسی که خودش را به نام مذهب حنفی جای زد و گفت من حنفیم، قبول نکنید. اینها دروغ میگویند. افرادی هستند که به والله قسم امام ابو حنیفه از آنها بیزار است. امام ابو حنیفه عقیدهش اصلا چنین نبوده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقیده اهل سنت و جماعت داشته، عقیده دیگر علما را داشته. اینها در همچون موارد میآیند خودشان را به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نسبت میدن و بدعاتی را اضافه میکنند و میگویند که بله ما مذهب حنفی هستیم، ما اهل سنت هستیم. ای اهل سنت، آگاه باشید و فریب این انسانها را نخورید. هر کس میگوید اهل سنت هستم باید با دلیل اهل سنت باشد، باید بر اساس قرآن اهل سنت باشد، بر اساس حدیث پیامبر اهل سنت باشد، بر اساس فهم سلف صالح و فهم علمای بزرگوار اسلام اهل سنت باشد. نه این که از پیش خود خرافات بتراشد، آیات قرآن را پشت سر بگذارد، روایات را پشت سر بگذارد، یا آیات قرآن را تعویل باطل کند، احادیث پیامبر را تعویل باطل و فاسد کند، بعد بگوید من اهل سنتم. خودتان را دریابید و الا اینکه این انسانها در فکر این هستند که عقیده کل مسلمان ها را تغییر بدهند و عقیده کفری و شرکی را در ذهن مردم جای بدن. الله تبارک و تعالی همه امت اسلام را از شر اینها محفوظ نگه دارد. دیگه از این بیشتر وقت شما بینندگان عزیز و گرامی را نمیگیرم تا برنامه دیگر که انشاءالله با موضوع جدید در خدمت شما خواهم بود. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله تبارک و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.